یه صفحه خارجی یه کلیپ طنز گذاشته درباره سختی‌های زندگی در آلمان که مثلا فکر می‌کردیم تو آلمان چه خبره و همه چی آسونه و کیف میده و اینا، ولی بوروکراسیش و مالیات و چه میدونم آب و هوا و اینا خیلی بده و اینو ببینیم. بعد حالا کامنتاشو ببینیم. یکی گفته هرچی باشه از آمریکا بهتره، اینجا سرما بخوری میمیری از بس بیمه سلامتش افتضاحه. بعد قیمت شکر و سبزی و اینجور چیزا گفته تو آمریکا 90% گرونتر از اروپاست. یکی دیگه گفته بوروکراسی و آب و هوا و مالیات و اینا حالا خیلی بد نیست ولی سرعت نتش واقعا افتضاحه. این یکی باحاله گفته ناراحتی برگرد. این ناراحتی برگردا همه جا هستن، به همه میگن.